المناظرات فی دقایق المشاهدات، از زبان مؤلف کتاب آقای دکتر مصطفوی حامد ابن علی. زلزله. گفت خبر داری زلزله شده؟ گفتم خبر تازه‌ای نیست. گفت زلزله امروز صبح را میگویم. گفتم خبر تازه تر از این هم هست. گفت چه خبری تازه تر از این؟ گفتم از امروز صبح تا امشب بیش از 10,000 بار زلزله شد. گفت جدا راست میگی؟ کجا؟ کی؟ چطور؟ هیچ کس خبر نشده. گفتم هیچ کس نخواسته خبر بشه. گفت چطور ممکن است هیچ کس نخواهد از چنین حادثه غم‌انگیزی با خبر شود؟ گفتم هیچ کس نمیخواهد آرامش خیالش به هم بریزه. گفت عجب حرفی میزنی، مگر با وجود واقعیت این چنین آرامش خیالی هم میماند؟ گفتم وقتی آدم از واقعیتی بیخبر باشد در آرامش خیال است، هر چند زلزله باشد. گفت یعنی واقعیت این است که از صبح تا حالا بیش از 10,000 بار در این دنیا زلزله شده و هیچ کس خبر ندارد و همه در آرامش خیالند؟ گفتم عصبانی نشو، گوشی را روی قلبت بذار و ببین چه خبر. گفت صدای قلبم صدای زلزله است؟ گفتم مگر نمیشنوی؟ گفت اگر هم زلزله باشد ویرانی ندارد. گفتم به پشت سرت نگاه کن ببین زلزله نفست تا حالا چند تا عالم را خراب کرده تا سر از اینجا در آورد. گفت مقصودت این است که زلزله صدای نفس زمین است؟ گفتم صدای زلزله را نگفتم، زلزله را گفتم. گفت زلزله زمین چیست؟ گفتم نفس تازه کردن زمین. گفت چطور می شود که زمین هر چند وقت یک بار یادش می آید نفس تازه کنه، آن هم یک گوشه کناری از این دنیا؟ گفتم هر وقت که گوشه ای از قلبش نفس گیر می شود نفسی تازه. گفت چطور می شود که قلب زمین نفس گیر شود؟ گفتم وقتی فشار سنگینی نفس گیران گوشه ای از زمین را سنگین می‌کند. گفت نفس گیران چه کسانند؟ گفتم کسانی که برای آرامش خیالشان پنبه انکار در گوش کردند و صدای زلزله دل و وجدان خود را نمی‌شنوند.